در همه این 50 سالی که روزنامه‌نگاری کردم و در 30 سالش که گزارش نوشتم، مصاحبه کردم، با بسیاری از سوژه های مصاحبه هم نزدیک شدم، دوست شدم، دوست ماندگار شدیم با هم. بعضی از اونها چهره های معروف بودن در روزگار خودشون، بعضی نه، مردم عادی بودن. هنوز اون کسی رو که بچه جوانی بودش که گزارشی نوشتم 50 سال پیش دربارش در یتیمخانه تهران بود، هنوز او رو با خودم دارم و دیگرانی رو. اما در میان اینها میتونم به تأکید بگم که تختی کسی دیگه ای بود. تختی 3 سال آخر عمرش و فقط 3 سال نه بیشتر هر روز او رو دیدم، هر روز با او صحبت کردم، هر مدتی کوتاهی باش گفتگو کردم، نامه‌هایی رد و بدل شد بینمون. وقتی که میرفت به جلسه خواستگاری یا به علی برون با خانواده توکلی، من رو هم گفته بود، همراهش رفته بودم. آقای توکلی پدرش اعلی خانم با بزرگ بابک به شوخی گفتش که خانواده شما دیگه بزرگتر و مسن‌تر از این نداشت. اون موقع من 20 سالم بود و تختی هم همیشه در اینجور مواقع یک جمله داشت، میگفت کتابخونه. و این تحول بزرگی که درش اتفاق افتاده بود موقعی بود که بعد از ازدواج با شعلا توکلی که دانشجوی دانشگاه بود و کتابخون و اهل ادب، به شدت کتاب میخوند، کتاب میخرید، کتاب میخواست و این اصلا یه تحول بزرگی در زندگیش بود که قبل از اون تجربه نکرده بود. یه دنیای جدیدی براش باز شده بود. انگار که پایان دوره ورزشش برای آدمی که جز با مردم و با نفس مردم زندگی نمی‌کرد، کتاب داشت جایگزینی براش میشد و این حس باعث شده بود که من امیدوار بودم به این که در سالهای بعد، در دهه 40 عمرش، شاید بتونم سهم و نقش بزرگتری پیدا کنم. تا اون روز صبح که یکی از نزدیکانش تلفن کرده است هتل اتلانتیک و اون خبر فاجعه آمیز رو داد که شهر تکان خورد و در روزگار خودش خبر مهیبی بود، مثل آواری ریخته شد بر سر شهر و جلال الاحمد اعلام کرد که ما باور نمی کنیم که جهان پهلوان خود را کشته است.